اگه بخوایم اصطلاح بلوچ رو داخل شاهنامه مورد بررسی قرار بدیم، باید بریم سراغ اون قسمت‌های داخل شاهنامه که فردوسی میاد در مورد شاهانی همچون کیخسرو، سیاوش و خسروانوشیروان صحبت میکنه. در واقع تو این قسمت هاست که ما به وضوح میتونیم کلمه بلوچ رو داخل شاهنامه مشاهده بکنیم. خسروانوشیروان که در واقع یک پادشاه تاریخی به حساب میاد که به عنوان یکی از پادشاهان سلسله ساسانی ازش داخل تاریخ نام برده شده و دو نفر دیگه یعنی کیخسرو و سیاوش هم در بخش اساطیری شاهنامه اومدن و مصداق تاریخی 100% هنوز براشون پیدا نشده. ما تو این ویدیو قراره که واژه بلوچ رو داخل شاهنامه بررسی کنیم و توضیح بدیم که تو هر قسمتی که فردوسی از واژه بلوچ استفاده میکنه در واقع به چه چیزهایی داره اشاره میکنه. اولین باری که واژه بلوچ در شاهنامه ظاهر میشه تو قسمتی که کوچ و بلوچ به عنوان جنگجویان ارتش سیاوش ذکر میشن و در واقع فردوسی داخل شاهنامه اینطور میگه که هم از پهلوی پارس و کوچ و بلوچ ز گیلان جنگی و دشت سروج. و جا داره همجا بگیم که سروج نام دشت در ناحیه کرمانه. درسته که نمیشه با قطعیت از این تک بیت هیچ نتیجه گیری کرد، اما تصدیق نام کوچ و بلوچ و نام گیلان در این بیت ثابت میکنه که در واقع بلوچ در اصل به منطقه گیلان تعلق داشته و نواحی شمالی نزدیک دریای خزر. یا همین که زمانی که فردوسی داشته همچین چیزی رو بیان میکرده، بلوچ ها در اون موقع در این ناحیه حضور داشتن و بعدها به مناطق دیگه مهاجرت کردن و ما این موضوع رو داخل کلیپ ریشه نژادی بلوچ به صورت کاملتری توضیح داد و الان با توجه به اینکه این تک بیت جزئیات زیادی رو توضیح نمیده، از بازگو کردن دوباره اونها خودداری میکنیم. در واقع اشاره دومی که داخل شاهنامه به بلوچ ها میشه مربوط به پادشاهی به نام کیخسرو که بلوچ ها به عنوان قسمتی از لشکر کیخسرو به وسیله فردوسی نام برده شدن. در واقع فردوسی در لشکرکشی کیخسرو و افراسیاب تک به تک بزرگان سپاه ایران رو داخل شاهنامه نام میبره و توضیح میده که هر کدوم مانده کدوم قسمت لشکر هستن و زمانی که به پهلوانی به نام اشکش میرسه میگه که سپاه اشکش متشکل از قوم کوچ و بلوچ بوده. سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ، سگالیده جنگ و برآورده خوچ. کسی در جهان پشت ایشان ندید، برهنه یک انگشت ایشان ندید. و فردوسی این سپاه رو بسیار جنگجو و قدرتمند توضیح میده. نهایتاً در جنگی که کیخسرو با افراسیاب انجام میده، افراسیاب شکست میخوره و فرار میکنه. کیخسرو هم به تعقیب اون میپردازه. در طی مسیر این تعقیب کیخسرو به مکران میرسه و از پادشاه مکران میخواد که اجازه عبور سپاه رو به اونها بده. در واقع باید بگیم که بخش اعظمی از بلوچ‌های کنونی در واقع الان در منطقه مکران ساکن هستن و خب این موضوع که فردوسی مکران رو در اون زمان هم توصیف کرده میتونه برای ما قابل توجه باشه که بررسی کنیم ببینیم چطور بلوچ‌ها که جزئی از لشکری که خسرو بودن به مکران حمله کردن. مگه خودشون داخل مکران سکونت نداشتن و اصلا مگه مکران مال بلوچ‌ها نبوده؟ برای اینکه جواب این سوال‌ها رو بدیم بهتره که توضیحاتمون رو ادامه بدیم. کیخسرو زمانی که از پادشاه مکران میخواد که اجازه بده تا سپاه ایران از مکران عبور بکنه، در جواب پادشاه مکران اینطور میگه که زمانه همه زیر تخت من است، جهان روشن از فر بخت من است. چو خورشید تابان شود بر سپهر، نخستین بر این بوم تابد به مهر. هم دانش و گنج آباد هست، بزرگی و مردی و نیروی دست. اگر از ما راه بخواهی به تو راه خواهیم داد، بری دونک با لشکر آیی به شهر، بر این پادشاهی تو را نیست بهر. اینطور میشه که پادشاه مکران به کیخسرو میگه که اگه خودت بیای ما به تو راه میدیم، اما اگه بخوای با لشکر بیای جواب ما به تو منفیه. و نهایتا نتیجه این میشه که کیخسرو با پادشاه مکران وارد جنگ میشه و در همون اوایل جنگ پادشاه مکران کشته میشه و پیروز این میدان کیخسرو. جالبیش هم اینجاست که زمانی که جنگ تموم میشه کیخسرو به اشکش دستور میده که سپاه رو برگردونه، یعنی بخش اعظمی از سپاهی کیخسرو که با مکران وارد جنگ میشن در واقع همین سپاهی بوده که کوچ و بلوچ در اون حضور داشتن. بفرمود تا اشکش تیزهوش، بیارامد از غارت و جنگ و جوش. این ابیات نشون میدن که اولا ساکنین مکران قبل از این حمله غیر آجایی بودن و ثانیاً لشکر پیروز در جنگ لشکر اشکش بوده
که متشکل از اقوام آریایی کوچ و بلوچ بوده. همچنین کیخسرو 1 سال داخل مکران میمونه و بعد از اون به ایران برمیگرده. اما اشکش و سپاهیان بلوچش رو داخل مکران به عنوان والی منطقه بر جای میذاره و این میتونه اولین سکونت قوم بلوچ در این منطقه باشه. و البته اگه بخوایم به صورت تقریبی تاریخی رو برای این حضور مشخص بکنیم، با توجه به احتمالاتی که در مورد سلطنت کیخسرو داده میشه، باید بگیم که چیزی حدود 2000 سال قبل یا شاید هم بیشتر رو باید برای این تاریخ اولین حضور بلوچ‌ها در منطقه مکران متصور بشیم. چرا که کیخسرو گفته میشه پادشاهیش مربوط میشه به قبل از پادشاهی‌های هخامنشی و شاید حتی قبل از مادها، و به همین دلیله که تاریخ سلطنتش مال خیلی قبلتر از میلاد مسیحه، که البته این روایت فردوسی با سایر روایات هم میخونه و همونطور که ما قبلا هم داخل ویدیوی ریشه نژادی بلوچ گفتیم، بلوچ‌ها به مرور زمان در این منطقه ساکن میشن و این میتونه نقطه آغاز شروع مهاجرت اونها به این منطقه باشه که به عنوان والیان منطقه و فرمانروایان این منطقه در این مکان ساکن میشن. در ضمن باید بگیم که فردوسی اشاره‌ای به فرق زبان مکرانی با زبان پارسی هم میکنه و در واقع اینطور میگه که بلوچ‌ها و کوچ‌ها زبانی غیر از زبانی که مردم مکرانی داشتن صحبت میکردن. مکرانی‌های باستان دارای ریشه دراویدی بودن، نه ریشه آریایی. دومین حضور بلوچ‌ها هم داخل شاهنامه مربوط میشه به زبان انوشیروان که در زمان انوشیروان مناطق زیادی در داخل و خارج حکومت علیه ساسانی‌ها شورش میکنن. انوشیروان بعد از سرکوب عوامل خارجی به سمت بلوچ‌ها و گیلانی‌ها و دیلمی‌ها میاد که از جمله عوامل داخلی بودن که شورش میکنن تا اونها رو سرکوب کنه، اما نزدیکانش انوشیروان رو از این کار منع میکنن و شکست اردشیر ساسانی در پیکار با بلوچ‌ها رو به اون یادآور میشن که چیزی حدود 200 سال قبل با بلوچ‌ها به جنگ میپردازه اما به سختی شکست میخوره. اما نهایتا اینطور میشه که انوشیروان به حرف مشاوران خودش گوش نمیده و به سمت دریای خزر میاد تا این اقوام رو سرکوب کنه. در همون اوایل جنگ گیلانی ها تسلیم میشن ولی بلوچ ها نه، که انوشیروان نهایتا به سمت بلوچ ها حمله میکنه و فردوسی نتیجه این حمله رو نه تنها شکست بلوچ ها بلکه قتل عام اونها توسط انوشیروان اعلام میکنه. یعنی تا جایی که انوشیروان دستور میده چه مرد و چه زن و چه بچه رو اعدام بکنن، نه تنها سربازها و کسایی که داخل ارتش بلوچ ها حضور داشتن. و باید بگیم که در واقع این توصیف فردوسی از هجوم انوشیروان چندان با صفت عدالت و جوانمردی که به انوشیروان نسبت میدن و میگن که خسرو انوشیروان بالاترین صفت و بیشترین صفتی که داشته عدالت بوده، و خب در واقع این حرکتی که خسرو انوشیروان انجام میده چندان با صفت عدالت و جوانمردی نمیخونه و فکر نمی کنم که هیچ انسان آزاده‌ای از این کار لذت ببره. حالا دو نظریه مطرح میشه، یکی این که فردوسی در این حمله اغراق کرده و کمی موضوع رو به سمت شعر و مبالغات داخل شعر آورده، و یا همین که واقعا خسرو انوشیروان همچین کاری انجام داده و قتل عام زیادی در رابطه با بلوچ ها میکنه. ما برای این که این موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم یه سری منابع رو در ادامه ذکر میکنیم. یکی این که نکته قابل توجه داخل این موضوع اینه که نام بلوچ هیچ وقت در میان دشمنان انوشیروان ذکر نشده، چرا که طبری مورخ قرن نهم زمانی که دشمنان انوشیروان رو یک به یک داخل کتاب تاریخی خودش نام میبره نامی از قوم بلوچ ذکر نمیکنه. پس بنابراین میتونیم با توجه به این منبع مهم تاریخی که طبری باشه تصور بکنیم که این ذکر فردوسی شاید از هر گونه مبنای تاریخی بی بهره باشه و شاید هم فردوسی دچار اشتباه واژگانی شده باشه. و دو همین که در همین روزگار انوشیروان پس از این سرکوب و خشونت دوباره ما قوم بلوچ رو همراه با سایر اقوام در لشکر خسرو انوشیروان مشاهده میکنیم و میبینیم که شاه از اونها دلجویی میکنه و اونها رو به پیمان همکاری با خودش تشویق میکنه. پس بعیده که سرکوب بلوچ‌ها به اون شدتی باشه که فردوسی تعریف میکنه و احتمالاً اغراقی صورت گرفته در این باره. چند که سرکوب بلوچ‌ها یه چیز واقعیه، اما شاید فردوسی در توصیف اون کمی اغراق کرده. حتی ما داخل وقایع بعدی داخل شاهنامه هم
بلوچ‌ها رو می‌بینیم که در اطاعت از کسری انوشیروان به عنوان بخشی از سپاه اون در سرحدات روم در حال جنگیدن هستند. سپاهی بیامد ز هر کشوری، ز گیلان و ز دیلمان لشکری، ز کوچ و بلوچ و ز دشت سروش، گرازان برفتند گردان کوچ، همه پاک با هدیه و با نثار به پیش سراپرده شهریار. رسالت ما داخل این کانال در واقع توضیح تاریخ و سلسله‌های مختلف با تمرکز بر منطقه بلوچستان فعلی و حوادث رخ داده در اونه، همزمان با سایر وقایع تاریخی مهم. و در واقع بهترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که در این مسیر همراه ما باشید و کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید تا از ویدیوهای ما عقب نمونید. اما تا اینجای کار ما به توضیح واژه بلوچ در شاهنامه پرداختیم و 3 پادشاه و 3 فرمانروا که بلوچ‌ها در ارتباط با اونها اسمشون آورده شده رو توضیح دادیم. و در کل با توجه به شاهنامه، حتی اگه بخوایم سایر منابع رو نادیده بگیریم، باز هم میتونیم بگیم که بلوچ‌ها مدت زیادی رو در شمال دریای خزر ساکن بودن و فردوسی اونها رو به عنوان بخشی از اقوام آریایی داخل لشکرکشی‌های پادشاهان ایران ذکر میکنه. و چنانچه کسی فردوسی و شاهنامه رو قبول داشته باشه، باید این موضوع رو هم قبول بکنه. هرچند که ما داخل ویدیوهای دیگه‌مون به توضیح این موضوع پرداختیم و داخل اونها از سایر منابع هم استفاده کردیم، اما داخل این ویدیو فقط با استفاده از شاهنامه سعی کردیم که به توضیح این موضوع بپردازیم. اما قبل از اینکه ویدیو رو به پایان برسونیم، توضیح کوچیکی در مورد اصطلاح واژه بلوچ میدیم که چندان بی ربط نیست به چیزهایی که تا الان توضیح دادیم. اگه بخوایم شمای کلی از مهاجرت بلوچ‌ها داشته باشیم، باید بگیم که 550 سال قبل از میلاد بلوچ‌ها از کردستان امروزی مهاجرت میکنن و به سمت شمال و کناره‌های دریای خزر میان. نهایتاً در سال 560 بعد از میلاد هم اونها از قسمت‌های شمالی و مجاور دریای خزر به کرمان میان که در واقع این مهاجرت بعد از سرکوب توسط انوشیروان به حساب میاد که بخش‌های زیادی از این قوم به سمت کرمان میان. اما هنوز هم ما داخل دریای خزر و شمال کشور بلوچ‌ها رو میتونیم مشاهده بکنیم در سال 560 بعد از، اما بخش زیادی از اونها به کرمان میان و حتی بعد از اون هم کم کم بلوچ‌ها به سمت مکران، سیستان و جاهای دیگه میان که البته توضیحش مربوط به این ویدیو نمیشه. اگه بخوایم منابع تاریخی بعد از اسلام رو هم بررسی بکنیم، باید بگیم که پس از حمله اعراب به ایران، عده زیادی از مردم کرمان به مکران و سیستان مهاجرت میکنن که برخی از این مهاجرین هم بلوچ‌ها بودن و در واقع آخرین حضور تاریخی بلوچ‌ها در کرمان به حکومت سلطان محمود غزنوی برمیگرده. منابع تاریخی بعد از حضور اسلام میگن که در کرمان 4 قوم وجود داشته: فارس‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و قفس‌ها. شاهنامه فردوسی اگرچه منبعی تاریخی به حساب میاد، اما اطلاعات تاریخی موثقی در مورد قوم بلوچ و سرزمین اونها به ما نمیده. دیمیتری الکساندروف، تاریخنگار روس، میگه که کوچ‌ها در 2 سوی سپیدرود در گیلان زندگی میکردند و بلوچ‌ها هم در کوهستان و در کنارشان میان بلندی‌های البرز و بلندی‌های جنوبی کوه تالش زندگی می‌کردند. همچنین تاریخ‌نگار آذربایجانی مداف می‌نویسه که تالش‌ها در جنوب سرزمینشان همسایگانی داشتند که بعدها نام بلوچ رو بر خودشون گرفتن. نتیجتاً در بررسی اصطلاح واژه بلوچ ما نهایتاً به این موضوع می‌رسیم که واژه بلوچ در واقع یک نام خارجیه، یعنی نامیه که توسط اعضای گروهی دیگر به مردمی داده شده که الان نامیده میشن و در واقع نشون دهنده برخی ویژگی‌های اجتماعی و جسمانی اونهاست، چرا که کلمه بلوچ به معنای پهلوان برز و بلنده و این گمان زده میشه که مردمی که اطراف این قوم و در همسایگی این قوم زندگی میکردن این نام رو بر مردم این طایفه و گروه قرار دادن. برای تایید این حرف باید بگیم که کریستیانسن نقل میکنه که احتمالاً بلوچ‌ها رو به علت بنیه طبیعیشون و قوت بدنیشون بر کشاورزان ضعیف ایرانی در نواحی سرحد و مرزها برای مقابله با دشمنان استقرار میدادن که همه این موارد از جمله معنی کلمه بلوچ و همچنین خاستگاه نژادی مردم بلوچ و سخنان سایر
تاریخ نگارها ما رو به این نتیجه میرسونه که بلوچ‌ها به علت قدرت بدنی و برتری که نسبت به سایر مردم داشتن به این نام معروف شدن. که تمامی این سخنان با مواردی که ما قبلا داخل ویدیوی ریشه نژادی بلوچ هم مطرح کردیم میخونه و تطابق داره.